از بیکاری میگود کدو کاری یا اینکه یک کاری خیره کنی که با فقط دستگیری آخرت شوند. دوست عزیزی ما پیری کار همینجا فکری ما تاکسیستا را همین همین کلینتا را کردن در همینجا یک گویم وای میسازن استالچه اگرچه وای هم باشد چی میگوید یک چیزی نوچیز هم باشه اما ازش پاداش داره. برای خاطر وای همیشه در همین کارهای خیر کوشش کردن در کارهای خیر هم خیلی کوشش کردن در کار. جای نشست میسازن که بعضی همون مسافره که از این طرف اون طرف میآیند در همین جا میشینن با دعا میکنن در حق همین خیلی شخصیت ها. شناسا سیگنال میتنه که اون کس ما رو سیگنال دادن. از زنده و سلامت باشن دوستان ما. راستی که نوارکنی رفت دادم و کارم همیشه نوارکنی فوتبال رفتم برای مخلصای دسته زرافشان قطعی فردوسی بازی میکرد. همونجا مردم خلق همونجا رفت داد است پولفینه. ای واقعی سربلند خانواده شد. بگذار کسی چیزی میگوید اما من خواستم که همین کار خیر به خاطر اون نوار کردم که تا اون کسی دیگه بود یگان جا بود دیگه همین چیزی دیگه تعصب کرده در جای خودش. الان منطقه خودش هم خیلی جاهایی که جای نشست نداره یگان تو میسازم. البته نیتی نیک و نه از برای خود نشاندهی بود دوستو. هر کسی خیلی میفهمد باقی سربلند و خانواده باشه. من خدا خواهد در کار خیر حاجی اکی عبدالغفور هم خوشند. برای مردم یک ایستگاه خوب ساخته دادن که تا اینکه مردم هم یا آدم اون روح ما نفر باشه شکل یا مایده باردارش با اونو زیر کن سال باردار خدا خواهد در کار خیر اوجا کوشش کردن. خونشه این دیره های از همه جای دیره خوبه به خدا نکنه با رزینه مناسب